لحظه برخورد ماشین ها را در شهر کلوب دوربین های نظارتی ثبت کرده اند. در نوارها دیده می شود یک ماشین با سرعت بلند و در سمت مقابل برآمده اول با ماشین روبرویش سر به سر میزند، سپس با تغییر مسیر به ماشین دیگر برخورده چپه می شود. این تصادف بعد از نیمه روزی 24 اپریل در محله سیدعلی ولیزاده معروف به نام خیرمن رخ داد. مجروح شدن به کمیش 2 نفر در این تصادف معلوم شده است، اما شماره عمومی آسیب دیدگان نامعلوم است. شاهدان میگویند هر 3 ماشین که سخت شکست دیده اند مسافر داشتند. بنا به اطلاع دریافتی، راننده 2 ماشینی که اول با هم برخوردند در بیمارخانه بستری و وضع صحتی آنها وضعین ارزیابی شده است. از آنها محیدین علیموف 30 ساله و امیرجان دولتوف 31 ساله نام میبرند. به گفته طبیبان هر دو با آسیب‌های مغزی سر، قفس سینه به بیمارستان آورده شده‌اند. سبب و جزئیات دیگر این تصادف در راه کلوب شمس‌الدین شاهین را مقامات هنوز شرح ندادند، ولی کاربران حرکت ماشین را در سمت مقابل سبب سانحه می‌شمارند. امام خطیب مسجد مرکزی کلوب در نماز جمعه از این تصادف یادآوری شده بر رعایت قاعده‌های حرکت در راه و جلوگیری از چنین واقعه‌های مدهش تاکید کرده است. وی از رانندگان خواسته است جان خود و مسافران دیگر را زیر خطر نگذارند. در سالهای اخیر چنین صدمه مرگبار در راه‌های کلوب رسانه‌ای و پرسر و صدا شده است. پرقربانی ترین تصادف صدمه ماشین بارکش در شاهراه دوشنبه کلوب خاروق بود که در نتیجه آن 10 کس جان باخته 11 نفر مجروح شدند. صدمه اخیر هم در مسافه نچندان دور از این راه رخ داده است و به گفته راننده ها یک مشکل اساسی در این راه این است که در کناری آن مغازه های بزرگ مساله ساختمانی قرار دارد و بسیاری از ماشین های بارکش که به اینجا می آیند راه را بند می کنند. سرعت بلند، در حالت مستی راندن ماشین و به اعتنایی به قاعده و قانون حرکت در راه، دانش و تجربه کمی راننده هایی که گفته می شود شهادتنامه رانندگی را خریده اند و به سمت مقابل برآمدن ماشین ها از سبب های دیگر تصادف های مرگبار در راه‌های کشور دانسته می شود. با اطلاع رسمی سال 2024 زیاده از 550 نفر در تاجیکستان در تصادف‌های نقلیاتی جان باختند.